شما کسانی هستید، خطاب من به آخوندهای رافضی تهران و قم هست، شما کسانی هستید که در هر جا قدم منحوس شما گذاشته شده برای مردم غیر از بدبختی، غیر از جنگ، غیر از عداوت، غیر از دشمنی چیز دیگری برمغان نیاوردید. شما در سوریه، در عراق، در فلسطین، در لبنان، در پاکستان، در افغانستان، هر جایی که شما رفتید عده‌ای رو شیعه ساختید و این شیعه رو با اهل سنت به جان همدیگه انداختید و جنگ فرقه‌ای به بار آوردید. امروز داعش و نمیدونم فلان و علان، همه اینها زائیده ظلم و ستم‌های شماست که بر اهل سنت در کشورهای مختلف روا داشتید. اما ما نخواهیم گذاشت که در افغانستان و تاجیکستان شما به آرزوهای خبیثتون برسید. ان شاء الله جوانان تاجیکستان به شما اجازه نخواهند داد. من همتی که در برادران و خواهران تاجیکستان دیدم هرگز اجازه نخواهند داد که آخوندهای صیغه‌ای قم و تهران بتونن که به اهداف پلیدشون در تاجیکستان برسن. اینها از شما چیز دیگه نمیخوان، دو چیز میخوان ازتون. ملت تاجیکستان به یاد داشته باشید، ایران از شما دو چیز میخواد: ناموس شما را به عنوان صیغه، و این کارو دارن میکنن، شروع کردن، ناموستون رو به اسم صیغه به تاراج ببرن، پولتون رو به اسم خمس. دو چیز از شما میخوان. و از شما انسانهایی بسازن مثل روافضی که در تهران و در ایران و در عراق و در کشورهای دیگه دارن که فقط به سر و کله خودتون بزنید، پیراهنتون رو چاک بکنید، به سرتون با چاقو و شمشیر بزنید، یک آخوند اون بالا بهتون بخنده، روزخوانی بکنه، شما به سر کله خودتون بزنید. همینو از شما میخوان. انقدر به سرتون بزنید که عقلتون رو از دست بدید، بعد از اون ناموستون رو خدای نکرده به نام صیغه و پولتون رو به نام خمس از شما بدزدن. اینها فقط همین رو میخوان. در هر کشوری که میرن همین رو میخوان. این مراجع شیعه غیر از این چیز دیگه نمیخوان. و هر جایی که رفتن فتنه و تفرقه و دشمنی و عداوت در بین مسلمان ها انداختن. و الا شما چی کار دارید به 4 تا زائر تاجیکی که برای ادای حج اومدن در مکه و مدینه؟ اینها رو از گوشه های حرم، همین کسی که نشون دادم، امثال این چند، یک داغستانی دارن، یک ترکستانی دارن، همه اینا رو من میشناسم، با بعضی از اینها نشستم. حجاج بیچاره تاجیکی رو از گوشه های حرم فریب میدن که شما بیاید اینجا، ما یک جلسه ای داریم، مذهب حنفی است و خلاصه وصف امام ابو حنیفه است و به شما یک جانمازی هم هدیه میدیم. بیچاره رو ور میداره از حرم میبره در بعثه حج ایران، یک آخوند حرامزاده صیغه‌ای رو میاره اونجا که فقط به اینها لعن و نفرین و توهین به اصحاب پیامبر رو یاد بده. بعد از اونم به اینها یک غذایی میدن، یک جانماز و یک CD و یک کتابم داخلش میگذارن، دست این زائر بیچاره میدن که چی رو بهش یاد بدن؟ لعن به ابوبکر رو بهش یاد بدن، لعن به عمر و عثمان رو بهش یاد بدن، توهین و لعن به همسر پاک پیامبر عایشه صدیقه رو یاد بدن. ایران همینو میخواد در تاجیکستان. ملت تاجیکستان بیدار بشید. چند سال هست که این حکومت داره به همکاری ایران مدارس شما رو میبنده، مساجد شما رو میبنده و این رژیم دروغگوی ولایت فقیه یک بار نشده در منابر از شما ملت مظلوم دفاع بکنه. یک بار نشده که به خاطر اون کشته های تاجیک، به خاطر مساجد و مدارس تاجیک اشک بریزن اینها. چون اینا در فکر شما نیستن اصلا. خدا کنه که بر شما امثال لنین و برژنف و اینها حکومت بکنه. برای ایران مهم نیست. اسلام اصلا برای ایران مهم نیست. برای آخوند مگه دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مهم هست؟ اگر مهمی بود به قرآنی که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده بود نمیگفتن که این قرآن تحریف شده. اگر برای اینها اسلام مهم بود به همسر پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تهمت نمیزدن و اصحابش رو، شاگردان مدرسه نبوت رو لعن و نفرین نمیکردن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شر اینها رو از سر مسلمان ها دور بکنه.